سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. میکروفون تا گیریان بکن بعد صحبت کن. آوازم هسته میگم. بله بفرمون. امی اکای سلمانی دودری سلمان این امی باور کنیم کلی بهادر امی دو یکنی مخشید بیزور که یا اودم با عقلمون گاف زنه. امی یک گفکو ابنولیت کدن میگیره رنگ می اندرویدی تلفن وره. صبر کن. لااقل آشکار است امی جوان از خود بهتر از بفکر نه. چهرهش آشکار. خوری معلوم ایو. گوش کن بعد بابای سلمان. نگه پناه گیرزان. لااقل امی شجاعتی همی را داری که آشکار ببروی در رنگ امی گاف زنی. بگذار از وقت ساعتش گوش رحمانوف دفاع بکنی. نه بگذار از رحمانوف دفاع بکنی. من هیچ گپی قبی نمیگم، تحقیر نمیکنم، دشنام نمیکنم و حق قانونی میدونم که از رحمانوف دفاع بکن. آماده هستی که چه نمی شجاعت داشته باش. سلمان ما تو نمیپرسم تو ما به حق هم نتی من انشالله حق ما میگیرم زیغ نشه مون گپ زنیم مخیر برای که آماده نیستی شجاعت در سلمان به سوادی ترا ما ولی ما اثبات میکنم به سواد بودن ترا بعد نه ترا نه همه تا تو میگی برای بلیت جنگ جنجال ولی که وقتی که او دولت مثل دولت روسیه دولت تاجیکستان بین خودشون اجازت نتن اینجا دیگه چی گپایوخی باید جونکنی دورن که بلیت ارزان شوه برای همین اجازت نیست. سامانه چقدر میفروشه بلیت؟ سامانه نرخی سامانه چقدر است؟ و برای انمی ارزان کردن یعنی همین نرخی سامانه چقدر؟ این سامانه شرکت تاجیکی، سامانه تاجیکی آخران وقت نرخ قیمت بلیت چقدر بود؟ 4,500 سومون نرخ دولتی شای اینمی شما وری شیطانو دم تاجیکستان خون مردم میخرن. به تحقیق گپ میزنی یا که خاموش شد کنم؟ به تحقیق یک بار دیگه گپ قبه میگی جای تو نمره جا نیست. به تحقیق. و دوستایی که در همینجا مرا میبینین در کامنت نویسا بکنین آیا واقعا شرکت سامان ایر چیپتاش 4,500 سومان بود، 5,000 سومان بود، چقدر بود؟ کسانی که چیپتا خریدین و شاهد هستین من از همه شما خواهش میکنم و کسانی که معلومات روی دست دارین یا داخل شوین در جایی که در زیر کامنت نویسا بکنین که آیا همین مخلوق ترسو چی میگه؟ سلمان تو میگی من نومردم تو نومرد تیرا میگن من مردکم نومرد تی رفته دوری اف کدیس پدر مادر تفیدن نومرد میگن بیا آشکار گپ زخه مردک باش آشکار یازنا میگیری من آشکار قدید گپ زنم روزی میشه که با میدوی که خونه ما مهمونی بیو شما والا انشالله حتما چهره های شما معلوم میشه و حتما قسم به خدا باز هم بگم که از او عضو نیستیم که تحقیر بکنیم تهدید بکنیم اما با این تحقیر با این دشنام با این احمقی که در حق یک مبارز در حق یک جوان میگین مطمئن باشین که هر چی که شما به زبان میگین ما با عمل انجام میتیم نسبت شما فکر کردین که ما بچه‌های خوبیم فکر کردین که هر چی که تحقیر میکنین ما قبول میکنین بله امروز سیاست هست میدان مبارزه است خب آبروی مردم میگیم خب زنها و خواهرها احترام زنها و مادرها میگیم حرفی نمیزنیم تحمل میکنیم و فقط میگیم که ای پروردگار ای خداوند خودت شاهد باش که این همه تحقیر این همه دشنام این همه حقارتی که نسبت ما میکنند این هم به خاطر او است که ما در اینجا نشستیم تا آبروی مردم رو بلند بکنیم تا برای مردم زندگی واقعی بتیم تا اسلام عزیز را که این به شرفا این به تربیه ها این به خیردا این ناانسان ها آمدن خار کردن آمدن زیر ظلم قرار دادن ما آمدیم که این ظلم از اون ملت دور بکنیم خداوند خودت شاهد باش و این نمود مخلوق بدبخت این نمود انسان های کثیف این نمود انسان های پلیده که داره در جامعه کسل هستن مریض هستن به خودت میسپارم پروردگار امروز ما اون امکانیت روی دست نداریم که مثل حضرت عمر در میدان شمشیر مبارک بگیریم که هر کسی که چنین زاد پست است پلید است نشان بتیمشان امروز ما مثل آن خلافت های بزرگ زمان اسلام خلافت نداریم که برای تحقیر یک مادر یک خواهر لشکر میکشد که سرش در نزد یا خلافت آن کنش در نزد
دربار شاه هست. ما او چنین سرباز لشکری را نداریم. خداوند برای ما او روز نصیب بگردان که قسم به خدا هر پلید، هر احمق، هر کثیف، هر نامردی که در چنین روز میبره در حق ملت تحقیر میکنه، در حق مردم تاجیکستان ظلم میکنه که او لشکر روانه بکنیم طرفشون که در پیش چشمشون نشان بدن که انسان بدن چی است. این پلیدا، این احمقا، این نامردا بازی دارن با سیاست، بازی دارن با ناموس مردم، بازی دارن برای با ناموس هر یکی ما که ما باید گپ قبیح بگیم. اما ان شاء الله امیدوار هستم که خداوند برای ما صبر میتیه در این راه. خداوند برای ما ان شاء الله امیدوارم که روزی را نشان میته چون آینه که در مقابل این بخیردا ما استاد میشیم و حتما جواب سنگین ان شاء الله در مقابل شما است. هیچگاه فراموش نمیکنیم و مطمئن باشین مثل سال 97 صلح برادر این اون نمیشه دیگه. در این وسط مطمئن باشین که در نزد قانون، در نزد مردم با این تحقیر، با این دشنام حتما جواب میتین. دیگر از اون مردم ساده حساب نکنین که بیاین در آغوش بگیریم تمام صلح شد، تمام برادری شد. هیچ چیز نمیشه. هر کسی که در این وسط تحقیر میکنه در حق ملت، دشنام میکنین، مطمئن باشین دیگر اون مردم 97 نیست شما را ببخشن، صلح بکنن، برادر بگن، آغوشتان بگیرن. قسم به خدا اون مردم شما دیگه پیدا نمیکنین. فرصت داشتین که بخشیدن شما را، در آغوش گرفتین ولی ظلم کردین، شکنجه کردین بالای مردم. مطمئن باشین دیگر او روز برای شما نصیب نمیشود. او روز برای شما سزاوار نمیشود که برن با شما را با آغوش بگیرن، برادر بگن، در پیش فرزنداتون تیکه تیکتون میکنن. به شرفا بازی کردن گیرین. سلام علیکم. یک دو سخن. السلام علیکم برادر سلمان. و علیکم السلام. بفرمایید. انشالله خوبی اکا؟ تشکر. سلامت باشید. با همین کریستوی که در پشت کامنتر گپای چیزی هستن امروز اگر اجازت باشه از دو سخن بگم. بفرمایید. مردمی که در کامنتر در سر کلاویت را میشینین لق میکنین، مرد چین یا مرد چین یا که دف شین نکنین کاراتون چی کارای. انشاءالله ما همین منبر میگم که ما با این روز باوری دارم که انشاءالله با امر خدا این دولت ما از دست این ظالم انشاءالله نجات میتیم. ما درباره همین مبارزه، همین گروه ها، همین چیزا هستیم انشاءالله. نکیم شما خواهینا ایرا بدونین که انشاءالله گفتی برادر سلمان جواب اینها را میتین انشاءالله. الله نگهبان باشه. استعفا با امام علی، آزادی با عزت امان. الله نگهبان باشه. سلامت باشه برادر. خدا نگهبان. به سواد چیست؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم تنج سلامت باشه برادر بهروز. تشکر. سلامت باشه. بفرمایید. الله حفظتون کنه. من میخواستم قطعی همین امر دینه که قطعی همین بحث کنم که خارجش کردیم. به نهایت شوقمندم ده به تحقیر صحبت میکردم قطعیش. مقصد برادر بهروز خیلی که وقتی همیون میبروین تحقیر سر میکنن چه میکنن، شما غضبی نشین، خارجشون هم نکنین. برعکس 5-6 تا دیگه برادرها را داخل کنین تا اینکه ما قطعیش رو صحبت کنیم. انا وقت دیگه گپشون هم گم میکنن، راهشون هم گم میکنن. اینا بفرما. صحبت نره امردین اکا قدرت داری، هم خیلی مردکی قدرت داری که به تحقیر حقارت نکرده صحبت کنیم. خوب. سلام علیکم برادر عزیز. همه کسا خوب هستید؟ سلام نگو، تا اول شرح سلام اول بگو بعد سلام. ته شرح سلام چیه؟ شرح سلام عبدالسلام اکا. دوام سخن. عبدالسلام؟ نگاه که کمک منطقی خطا بقا با دست بگی خطا گوش کن اکا جون. بیست تو یک منطقه بگم. من در اومدم سوال دادم. یه برادر دیگه پیش من صحبت کرد. آوازای من همه آدم میدونه میشناسه. من یگون وقت تحقیر نکردم، یگون کسی تحقیرم نمیکنم، به تحقیر صحبت میکنم و یگون کسی تحقیرم کردن نیست. من سلام دادم، سلام من قبول که صحبت کردن میخوای ما صحبت کنیم. سلامت را قبول نمیکنم تا زمانی اگر نگویی که سلام چیه.
شرح سلام اول بده سمچکا نمی‌دونم. تا طرف بمون مردک شا صحبت که بیو اکا صحبت شروع کنیم شهر سلام او سمون دالش دوام بدیم نه یا اوس نمیمونم آخه تو وقتی که زمانی که سلام میتی وقتی ما سلامت که دادم ما نمیتونم قطع غرضناک صحبت کنم برای که ما شرح سلام میدونم چیه تا شرح بده که سوال چیه і خеш میکنیم حضرت здрасте приветствую молодец молодец приветствую انا خیلی ممکنه ها молодец انا کی افتی روشا این آخی شما بچه بازین چه خیلی شما رو بچه بازی کردین اوزه چه خیلی شما اون همی خدیدی برادر میخوای خطی یا صحبت کنی یا همی نه ماشو دلیل شما که التماس من هازی اوزه خیلی شما بون کرده برادر دشنا میکنن زنها و مادرها هستن من نمیتونم افیر دوباره محکم بکنم منتج بکنم آماده دشنامو یارا بگیرم در یک میدان سیاسی ای بس واقعا چون اخلاقی پسته که یک نفر میبره آشکار دشنا میکنه تاخیر میکنه ما گوش کنیم یا صدقه حرف شون صدقه سخن شون این طبقه یا روز پرسش از غارتگران خواهد رسید همون روز انتظار میشیم ان شاء الله و در نزد دوربین ها یا شرمنده میشن تمام